6 январи سال 2017 گزارش 3 نهاد امنیتی ایالات متحده آمریکا، آژانسی امنیت ملی، اداره فدرالی تحقیقات و اداره مرکزی اکتشاف یا CRU با پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ پیشکش شد. در آن روسیه و رهبران سیاسی این کشور به تشکیل رخنه‌گری در دوره انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا متهم می شدند. یک ماه پیش از نشر گزارش، مقامات روسیه 2 افسر FSB، سرگئی میخائیلوف و دیمیتری دوکوچایف و همچنین خادم شرکت کاسپرسکی روسلان ستایانوف را بازداشت کردند. آن زمان روزنامه نووایا گازتا نوشته بود که این 3 نفر به نهادهای ایالات متحده آمریکا درباره رخنه‌گران روس اطلاع دادند و برای تهیه گزارش اداره‌های آمریکا زمینه فراهم کردند. به ویژه آنها درباره IP آدرس ها و سرچشمه رخنه معلومات دادند. شاید قضیه گروه هکری شالتای بالتای به این گروه ربطی نداشته باشد. از اینجاست که رهبر شالتای ولادیمیر انیکیف با اتهام دسترسی غیرقانونی به اطلاع بازداشت شده است. میخائیلوف، دوکوچایف و ستایانوف که با انیکیف رابطه داشتند به خیانت ایبدار شدند.